زمان شروع دانشگاه است و توی این دوران بچه‌ها معمولاً با 2 تا دغدغه مواجهن. یک، اینی که من شروع دانشگاه هم اون ترم اولم با چه چالش‌هایی قراره همراه باشه که براشون آماده‌تر باشم، براشون برنامه بریزم که من در مورد این یه دونه ویدیوی جدا گرفتم و در موردش بهتون توضیح دادم، چه کارهایی رو نکنم، چه کارهایی رو بکنم. و دومین مورد داستان استقلال مالی. مخصوصاً برای اون بچه‌هایی که از خانواده دور میشن. این شهر دانشگاهشون از محل سکونتشون فاصله داره. خب این داستان استقلال مالی برای خیلی از بچه‌ها ممکنه دغدغه باشه. خیلی یا ممکنه حتی نه الزاماً اینی که خانواده وضعیت بدی داشته باشه، نه، ممکنه خانواده به لحاظ مالی وضعیت مناسبی هم داشته باشه، اما ترجیح میدن دستشون توی جیب خودشون باشه. دلشون میخواد استقلال مالیه رو که به دنبالش یه سری استقلال‌های دیگه رو هم میاره تجربه بکنن. دلشون میخواد طعم اینی که من خودم پول در بیارم و بچشم. و اتفاقا من خیلی اینو پیشنهاد میکنم به واسطه اینکه تو بودنت در بازار کار از همون ابتدایی که دیگه وارد دانشگاه میشی، فرصت‌های جدیدی رو جلوی روی تو باز میکنه و چیزهایی رو به تو یاد میده، مهارت‌هایی رو در تو تقویت میکنه که هیچ وقت درس خوندن صرف و پیش بردن دانشگاه به تنهایی قرار نیست اونها رو داشته باشه. حالا من توی این ویدیو میخوام به 7 تا از مهارت‌هایی که پرتقاضاست توی این روزها، میبینیم که کارفرماها زیاد دنبالشن، میبینیم که شرکت‌ها زیاد دنبالشن، به 7 تا از مهارت‌هایی که میتونه براتون پودساز باشه توی این دوران، میتونه براتون یه کار پارت تایمی بسازه که درآمد خوبی هم داره اشاره بکنم که از همون اول شروع کنین تقویتشون کنین و کم کم با پیش رفتن و نکاتی که بهتون میگم بتونین باهاشون یه سری شغلای پارت تایم رو پیدا بکنید و وارد بازار کار بشید. حالا این مهارت‌ها رو من از کجا آوردم؟ هم یه سری سرچایی که داشتم، ارتباطاتی که با بقیه کارفرماها بقیه تیم‌ها دارم، هم تجربه‌ای که خودم توی کار کردن در واقع به عنوان یک کارجو و بعد هم به عنوان یک کارفرما داشتم. همین الانش ما توی تیمامون می‌بینم که کدوم یکی از اینها چقدر تقاضا براش بیشتره و تیم‌های دیگه هم همین رو دارن، تیم‌های دیگه هم همین تقاضای مشابه رو دارن و واقعا بهتون میگم نیروی کار خوب، نیروی کار متعهد واقعا کمه. اینجوری نیست فکر کنید که بازار مثلا کار خیلی اشباعه و من خیلی سخت میتونم کار پیدا بکنم. تو اگر توی این مهارت‌هایی که بهت میگم بتونی به یه درجه، نمیگم خیلی بالا ولی متوسطی هم برسی، مطمئن باش میتونی پوزیشن‌های خیلی خوبی پیدا بکنی. اولین مهارتی که به ذهنم رسید باید بهتون بگم برین سراغش، یادش بگیرید، توی خودتون تقویتش بکنید، چون میدونم خیلی قراره مثل احتیاج پیدا بشه. مهارت مدیریت پروژه است یا پروژکت منیجمنت. خیلی از تیم‌ها مشکل اصلیشون اینه که یه مدیر پروژه خوب ندارن و مدیر پروژه خوب درست حسابی متخصص هم زیاد نداریم. یعنی کاریه که به نظر میرسه کار ساده، انگار همه باید از پسش بر بیان، اما معمولا آدم‌ها این شکلیه که میرن سراغش بدون اینکه از روش‌هاش آگاهی داشته باشن، از ابزاراش آگاهی داشته باشن. فکر می‌کنن صرفا یه برنامه‌ریزی ساده است و انجامش میدیم. در حالی که وقتی شما یک پروژکت منیجر خوب باشی، وقتی یه مدیر پروژه‌ای باشی که بلد یک سری از مواردی رو که الان من حالا تیتروار بهتون میگم، تفاوت نسبت به سایرینی که اینو بلد نیستن کاملا مشخص میشه. و به جز اون اصلا قرار نیست صرفا تو در پوزیشن مدیریت پروژه بخوای قرار بگیری تا این مهارت بخواد به درد تو یا تیمت بخوره. خیلی اوقات اون کسی که مهارت مدیریت پروژه رو داره، تمایز ایجاد میشه بین اون فرد با افراد دیگه. این حتی توی زندگی شخصی خودت هم به کارت میاد. یعنی تو توی هر پوزیشن کاری باشی، توی زندگی شخصی خودت و یا در پوزیشن مدیریت پروژه، میتونی از این مهارت استفاده بکنی. حالا مدیریت پروژه رو قطعا باید در موردش فراوان صحبت بکنیم. چیزی نیست که من الان بیام بهتون بگم بچه‌ها مدیریت پروژه مهارتش اینه، این کارا رو بکنید اینجوری. من اصلا یه کارگاهی داشتم پارسال برای مدیریت پروژه، میتونیم حالا ویدیوشو کم کم اونو منتشر بکنیم یا اینکه یه ویدیوی جدا بگیرم. اما چیزی که میخوام توی این ویدیو بهتون بگم اینه که سعی کنید با روش‌هایی که اصلا مدیریت پروژه داره آشنا بشین که توی پروژه‌های شخصی خودتون یا پروژه‌های تیمی که باهاش درگیر میشید بتونید ببینید کدوم مناسبشه و کدومو میتونید پیاده کنید. روش‌ها که میگم منظورم چیه؟ شما فکر کنید مثلا یه سری از مفاهیم و اصطلاحات ابتدایی اصلا مدیریت پروژه رو بلد باشید. بدونین گانت چارت چیه، چه جوری میشه گانت چارت تنظیم کرد. بدونین که مثلا وقتی میگن مدیریت پروژه به روش اسکرام چیه؟ مثلا این که اسکرام میاد روی داستان هی چرخشه، من یه سری وظایف رو تعیین بکنم، یه سری جلسات مروری داشته باشم، دوباره برگردم ببینم وظایف چقدر انجام شده، هدف گذاری بکنم، دوباره هی وسط مسیر برگردم ببینم چقدر به هدفم رسیدم.
بدونم اسکرام چیه، چجوری اجرا میشه، بدونم اون روش خطی یا واترفالی که میگن چجوری اجرا میشه. واترفال این حالتو داره دیگه، مثلا میگه تو هر تسکی انجام دادی تموم کردی، بعد برو تسک بعدی انجام دادی تموم شد، بعد برو تسک بعدی. خیلی ساده‌تر از مثلا اسکرام اجرا میشه. یا مثلا کانبان چیه، برم در موردش بخونم، یاد بگیرم. از اون طرف با چه ابزارهایی میتونم مدیریت پروژه بهتری داشته باشم، یاد بگیرم با یکی از مواردی مثل ترلو، مثل آسانا، مثل نوشن یاد بگیرم کار بکنم. و وقتی که من مثلا دارم توی یه شرکتی برم با یه فردی، با یه مدیری صحبت بکنم، برای یه جایی درخواست کار دادم، میرم واسه استخدام، بگم آقا من بلدم که با ترلو کار بکنم، خود این اصلا حتی اگه قرار نباشه مدیر پروژه بشی، خود این به تو میده یه مزیت رقابتی به نسبت به بقیه کسایی که دنبال همون کارن، دنبال همون پوزیشنن. جدای از اینی که اصلا از همه این ابزارهایی که بهت گفتم، این روشایی که بهت گفتم، توی مدیریت زندگی خودت هم میتونی استفاده کنی. دومین مهارتی که میتونه برای تو نسبت به بقیه تمایز ایجاد بکنه، میتونه برات با پوزیشن های با درآمد خوب همراه باشه و نیاز از همون ترما و ماهای اول بری سراغش و توی خودتون تقویتش بکنی، مهارت پرزنتیشن. حالا این پرزنتیشن و ارائه کردنی که دارم در موردش صحبت میکنم، هم در مورد پرسونال پرزنتیشن، این که خودت رو بتونی خوب ارائه بکنی، بتونی در مورد خودت، مهارتات، تواناییات، تجربهات خوب صحبت بکنی جلوی کارفرما، جلوی نه صرفاً کارفرما، آدم‌هایی که باهاشون ارتباط داری و آدم‌هایی که داری باهاشون ارتباط حرفه‌ای می‌سازی، چه پرزنت کردن ایده هایی که داری، پرزنت کردن اون علمی که داری، دانشی که داری. کلاً مهارت پرزنتیشن یکی از مهارت‌های پرتقاضا و ضروری برای این روزهاست. مهارتی که میتونه اون پوزیشن رو برای تو تامین کنه. یه مهارت دیگه‌ای که احتمالاً خودتونم باهاش آشنایین، منم به عنوان اون ماجرایی که بهت گفتم توی تیم خیلی برمیخورم به اینی که نیازش هست و آدم خوبی براش نیست یا کم هست یا به خاطر یه سری از مهارت‌های دیگه‌ای که نداره نمیتونیم اون همکاریه رو باهاش ادامه بدیم. مهارت مذاکره و فروشه. خب مذاکره صرفا میدونیم به فروش قرار نیست منجر بشه. مذاکره یه جاهایی داره انجام میشه به خاطر اینکه اصلا من کار شخصی خودم رو بتونم پیش ببرم، بتونم آدم‌ها رو به خاطر یه چیزی که خودم میخوام قانع بکنم. یه موقعی مذاکره توی صحبت با استاد، ارتباط با استاد قراره که به من کمک بکنه. یه موقعی توی ارتباط با دوستم، ارتباط اصلا شخصی خودم، ارتباط با پارتنرم قراره به من کمک بکنه. اما مهارت مذاکره و فروش یکی از اون مواردیه که تقاضاش بسیار زیاده توی دنیای امروز و میتونه، حتی اگر میگم این داستان مذاکره یه موقعی توی ارتباط تو با کارفرما داره خودشو نشون میده، میتونه یه موقعی این ماجرای مذاکره توی اون ارتباطی که تو با کارفرما داری برای اینی که بتونی اون شغله رو بگیری، اون پوزیشن رو بگیری، اونجا به کارت بیاد، اونجا اون مهارت قانع کردن بتونه کمکت بکنه. و البته که خب فروشه جدای از اینی که بسیار پرتقاضاست، میدونیم که درآمد خوبی هم داره به عنوان یک شغل پارت تایم، مخصوصا وقتی که تو توی تیمایی وارد میشی که خدماتی رو دارن ارائه میکنن، محصولاتی رو دارن ارائه میکنن که حاشیه سود بالایی هم داره. حالا برای مهارت مذاکره من چون خودم یه دوره طولانی درگیرش بودم و خیلی سعی کردم اینو توی خودم تقویت کنم، چون واقعا توش ضعیف بودم، یکی از بهترین منابعی که میتونم بهتون پیشنهاد بکنم کلاً فایل ها و آموزش های مربوط به محمد رضا شعبانعلیه متمم. یه فایلی داره که توی دانشگاه شریف، یه دوره‌ای که مهارت مذاکره توی دانشگاه شریف داشته تدریس می‌کرده، فایل‌های صوتیش توی کست باکس هست، فایل ویدیویش توی مکتب خونه هست. هر دو اینها رو اگر سرچ کنید توی گوگل براتون میاره. حالا من احتمالاً لینکش هم توی خود کانال بذارم. یکی این ماجراست، یکی دوره مذاکره که توی متممه، یه ترکیبیه از حالت صوتی و متنی و اونجا باز میتونی استفاده بکنی. بنابراین یکی از بهترین جاهایی که من میتونم بهتون پیشنهاد بکنم برای اینکه به این مذاکره رو یاد بگیرین با محمد رضا شعبانعلیه. مهارت دیگه‌ای که همین اخیراً هم توی کانال در موردش صحبت کردم، نتورکینگ، شبکه سازی. ما داریم توی دنیایی زندگی میکنیم که ارتباطات دارن بخش خوبی از ماجرا رو پیش میبرن. توی دنیایی که معمولاً آدم‌ها اضافه شدنشون به یه تیمی، اضافه شدنشون به یه کلابی، اضافه شدنشون به یه گروهی، به یه ایونتی، با همین نتورکینگ داره صورت میگیره، از ارتباطات ارزشمند و حرفه‌ای که با آدم‌ها ساختن. نیازه که من اون مهارت ارتباطیمو تقویت بکنم که هی بتونم شبکه ارتباطیمو گسترده‌تر بکنم. این به من کمک میکنه در پیدا کردن پوزیشن هایی که میتونه اون بازدهی درآمدی رو هم به خوبی داشته باشه. حالا در مورد اینی که توی نتورکینگ چه
قضایایی رو باید رعایت بکنیم، چطور میتونیم شبکه ارتباطیمون رو گسترده تر بکنیم. من مفصلا باز توی تلگرام یه فایلی گذاشته بودم، صحبت کرده بودم که لینکش رو توی دیسکریپشن هم میذارم. اما میخوام اینو بهتون بگم، اصلا به این تکیه نکنید، بسنده نکنید که من آدم کلا درونگرایی ام، برای همین خیلی نمیتونم شبکه ارتباطیمو گسترده کنم، برم سمت جاهایی که مثلا حالا خیلی به اون مهارت ارتباطی، خیلی به اون شبکه ارتباطی گسترده احتیاج نداره. من دقیقاً توی تایم انتخاب رشته با بچه‌هایی مواجه میشدم که میگفتم من مثلا مهارت ارتباطی قوی نیست، خیلی سخت با آدم ارتباط میگیرم، برای همین کلا دور یه سری از رشته‌هایی که حتی دوستش هم داشتن، خیلی هم پرتقاضاست توی دنیای امروز، خیلی هم خوش درآمده، خط میکشیدن. مهارت نتورکینگ، مهارت ارتباطی یه چیز اکتسابیه. درسته ممکنه یکی ذاتاً توش بهتر باشه، ولی معنیش این نیست که من محکومم به اینی که حالا اون پوزیشنی که دوست دارم رو ببازم به اونی که مثلا ذاتاً مهارت ارتباطی بهتری داره. صرفا معنیش اینه که من باید یکم تلاش بیشتری بکنم تا توی خودم تقویتش بکنم. بنابراین چه به صورت آنلاین از طریق اپلیکیشنی مثل لینکدین، از طریق کلا سوشال مدیاها، نه صرفا لینکدین، چه به صورت آفلاین از طریق ایونت هایی که برگزار میشه، همایش ها، ورکشاپ ها، از طریق یه سری از کارهای داوطلبانه، از طریق یه سری از کلاب هایی که کلابای کتابخوانی رو زیاد دیدین، کلابای دانشگاهی رو زیاد دیدین، بریم سراغ اینی که این شبکه ارتباطیه رو گسترده تر کنیم و به دنبال اون فرصت های جدیدی رو به خودتون باز کنیم. یکی دیگه از مهارت خیلی دوست داشتنی و خیلی مورد نیاز توی کسب و کارها دیجیتال مارکتینگه. خیلی هم زمان نمیبره یاد گرفتنش، ولی تو میتونی اگر که دیجیتال مارکتر خوبی بشی، درآمد واقعا خوبی داشته باشی. حالا من پیشنهادم اینه شما اصلا بریم با دیجیتال مارکتینگ به شکل عمومی آشنا بشین و بعد وارد هر کدوم از این شاخه‌هاش بشین. اما یکی از باز پرتقاضاترین ها توی دیجیتال مارکتینگ داستان کانتنت مارکتینگه، بازاریابی محتوایی. احتمالاً دیگه هر کسی که توی اینستاگرام داره میچرخه یکی دو بار به این پستای چطور محتوا بسازم و چطور بتونم مثلا فالوور جذب بکنم و چطور بتونم توی سوشال مدیا فعالیت بهتری داشته باشم و اینها برخورده. این یه چیزیه که حتی کسب و کارهای آفلاین، کسب و کارهایی که اصلا کارگاهیه، مثلا من داشتم کلاینتی که مثلا کارگاه مثلا فروش مبلمان داشته، ساخت مبلمان داشته، حتی کسب و کارهایی که کاملا به نظر میاد آفلاین باشن ولی خودشون نیازش رو احساس کردن، نیاز به بودن توی فضای آنلاین رو احساس کردن و این یعنی باز شدن فرصت‌های جدید برای کسی که به این هیته علاقه داره و اینکه این خدمت رو به اون کسب و کارها ارائه بکنه. بنابراین پس توصیه اینه که برین دیجیتال مارکتینگ رو اصلا بشناسین، به صورت عمومی یکم باهاش آشنا بشین. دوره‌های آنلاین معرفی و توضیحات اولیه رایگان هم اصلا کم نیست، تو یوتیوب سرچ بکنین یا عالمه براتون میاره و بعد برین از زیر شاخه‌ها شکل رو انتخاب کنین. یعنی یه دیجیتال مارکتر عمومی شما نمیخوای بشی، خب برین توی یکی از اون زیر شاخه‌ها سعی کنید تخصص بیشتری جذب کنید، مثلا اون داستان کانتنت مارکتینگ که گفتم، مثل اینکه کسی بره روی سئو کار کنه بشه کارشناس سئو، مثلا داستان سوشال مدیا منیجمنت، همون ماجرایی که حالا شاید به صورت عامه به اسم ادمینی بشناسیم ولی خود این ادمینیه باز مثلا ادمین فروش ما داریم، ادمین تولید محتوا داریم، ادمین که هر دو رو انجام میده داریم، یک کمی متفاوت میشه و یک کمی هم با اون چیزی که توی دوره‌های ادمینی یکم عامه می‌بینیم توی اینستاگرام متفاوته. بنابراین مراقب باشید دارید از چه کسی آموزش میگیرید و میشه هر کدوم از این موارد رو اگر بهش علاقه دارید به صورت فریلنسری پیش برد. اصلا درآمدهای کمی نداره، یعنی شما مخصوصا اگر که خوب عملکرد داشته باشی و توی ترفیع بگیری، یعنی از اون مثلا درجه کارشناس بیای مثلا روی سوپروایزر بشی، بتونی مدیر اون دپارتمان بشی، به همه اینها میتونه درآمدهای خوبی داشته باشه و به نظرم برای کسی که علاقه‌ای بهش داره نگاه کردن بهش میتونه خیلی جذاب باشه. مهارت بعدی که میتونه براتون درآمد داشته باشه، اگر جزو کسایی هستین که توی کنکور خوب عملکرد داشتین یا توی یک درس خاصی خوب عملکرد داشتین، داستان تدریس و مشاورت. حالا یه گاردی نسبت به این ماجرا متاسفانه کلا وجود داره. من قبول دارم که فضای کنکور کلا یک کمی فضای زرد، یک کمی که خیلی بیشتر از یک کمی فضای زرد و یه جاهای سخیفی شده، یه جاهای ارزشی خلق نمیشه برای مخاطب و خیلی ما فساد رو توی بازار کنکور داریم. اما
همچنان هم می‌بینیم کسایی که دارن با خلق ارزش توی این فضا درست کار میکنن، از اون طرف کسی هم که داره ازشون خدمت میگیره، دانش آموزی هم که داره باهاشون کار میکنه، واقعا تا وقتی میبینی که تفاوت میکنه سطحش، میبینی که یه استعدادی داشته که به واسطه اون آموزشی هم که تو داری بهش میدی، اون استعداده داره، اون پتانسیلی که داشته داره خودش رو نشون میده، اصلا خودت هم کیف میکنی. یه ماجرایی که توی داستان تدریس و مشاوره اهمیت پیدا میکنه بحث پرسونال برندینگ، یعنی تو باید یه ذره دیجیتال مارکتینگ، یه ذره کانتنت مارکتینگ هم بلد باشی که بتونی خودت، مهارتات و تواناییات و برندتو به آدم‌ها بشناسونی، معرفی کنی و باعث بشی که کسای بیشتری بشناسنت و بتونن برای اینکه از اون خدمتی که داری ارائه می‌کنی استفاده کنن، بهت مراجعه کنن. البته که امکانی که بخوای با مؤسسات هم همکاری داشته باشی هست، یکم باید تو انتخاب مؤسسه دقت کنی. من اینو خیلی پیشنهاد می‌کنم به خاطر اینکه تو این برند رو داری توی چه مؤسسه‌ای می‌سازی، اگر مؤسسه خودش برند خوبی نداشته باشه خیلی میتونه به ضررت بشه. و خب اگر اینجوری توی این پرسه همکاری با مؤسسات قرار بگیری، یکم کمتر درگیر اینی که خودت بخوای برای اون جذب اقدام بکنی میشی. ولی به نظرم دونستن به هر حال یه سری از پایه‌های پرسونال برندینگ خیلی کمک کننده است، به واسطه اینکه تو پس فردا توی هر شغلی، توی هر پوزیشنی هم قرار بگیری، این پرسونال برند میتونه خیلی کمک کنه. یه ماجرای دیگه که میتونه برات با درآمد همراه باشه داستان ریسرچه. یعنی ما میبینیم کسایی که مخصوصا حالا خودشون به این کار آکادمیک و ریسرچ و اینا علاقه دارن، خودشون محققن و دارن همین خدمت رو به آدم‌های دیگه هم ارائه میکنن و به واسطه این ماجرا خب یه سری درآمد رو هم کسب میکنن. از همون مرحله اول نوشتن پروپوزال کمک به آدمای نوشتن پروپوزال بگیر تا اینی که بخواد بره سمت آکادمیک رایتینگ و کمک به نوشتن اون مقاله، تا اینی که بخوای کمکشون بکنید توی بحث آنالیز مقالهشون، کمکشون بکنید توی اینی که کارهای آماری مقالهشون رو انجام بدن که اتفاقا درآمدهای پایینی هم نداره. یعنی ما می‌بینیم کسایی رو که به عنوان آنالیزور و کسی که حالا داره کار آمار اون پروژه رو انجام میده وارد میشه، خیلی زمان زیادی هم نمیذاره و درآمد خوبی هم داره. یعنی تو اگر از الان بری سمت یاد گرفتن مهارت‌های ریسرچ، یاد گرفتن آمار، میتونی از طریق این ماجرا هم درآمد کسب بکنی. 7 مهارتی که توی این روزها پرتقاضاست و میتونه کمکتون بکنه توی دوران دانشجویی با یک کار پارت تایم درآمد خوبی داشته باشین، به لحاظ بازدهی درآمدی میتونه براتون مناسب باشه رو توی این ویدیو معرفی کردم. حالا شما بر اساس علایق خودتون، بر اساس شرایط خودتون میتونین برین سمت یکی از اونها. سعی کردم سورسایی که میتونین یادشون بگیرین توی هر کدوم رو هم تا یه حدی معرفی کنم. بازم اگر پیدا نکردین، نمیدونستین که برای یه سری از حالا مهارتی که میخوایم برید سراغش از چه منبعی استفاده بکنین، با چه کسی کار کنین، از کی یاد بگیرین، میتونین بیاین ازم بپرسین توی کامنت ها. حتما من حالا اون دوره هایی که خودم شرکت کردم یا میشناسم مورد تاییدم هستن رو میتونم بهتون معرفی بکنم. حتما این ویدیو رو واسه بچهای ترم 1 یا اونایی که 1-2 سال تازه وارد دانشگاه شدن بفرستین، چون این مهارت ها میتونه خیلی اونها رو متمایز بکنه نسبت به سایر بچه‌هایی که همین مدرک از همون دانشگاه دارن میگیرن. حتما اگر منو سابسکرایب نکردین همین الان این کارو بکنین، چون قراره یه عالم از همین مهارت ها رو خودمون اینجا با هم یاد بگیریم. دوستتون دارم و خدا.